میدونین معنی کلمه شهادت یعنی چی؟ یعنی شاهد و ناظر بودن. چجوری میشه شهید شد ولی هنوز این جسم فیزیکی رو داشت؟ شهادت به دو شکله. عده‌ای که توی جنگ ها جون خودشون در راه خدا از دست میدن بهشون میگن شهید. اما ما یه نوع دیگه شهادت داریم. شهادتی که توی جنگ با نفس خودمون به اون درجه میرسیم. همون جوری که بهتون گفتم معنی شهادت یعنی شاهد و ناظر بودن. خب حالا چجوری میتونیم به مقام شهادت برسیم بدون اینکه توی جنگ شرکت کنیم؟ تنها کاری که لازمه توی جهاد با نفس خودت انجام بدی اینه که شاهد و ناظر بر اعمال نفست باشی. جنگ با نفس یعنی اینکه دیگه تو تابع نفست نباشی و از اون پشتیبانی نکنی و به حرف اون نباشی. دونستی نفس تو همون صدای داخل سرته که مدام باهاش یکی میشی و هرچی که اون دستور میده رو تو اجرا میکنی. برای جهاد با نفس باید خودتو از اون صدا جدا کنی و فقط ناظر و شاهد اون صدا باشی. برای شروع این مبارزه اصلا قرار نیست کار سختی انجام بدی. فقط باید حواست به صدای توی سرت باشه و آگاه به این باشی که اون صدا تو نیستی و با اون صدا یکی نشی، بلکه فقط اون افکار رو مشاهده کنی. مشاهده اون صدا و در واقع مشاهده افکار خودت بهت کمک میکنه که سرعت ذهنت کم و کمتر به قدرت نفست گرفته بشه. وقتی که تو فقط مشاهدهگر افکار باشی، افکارم کم کم از بین میره. البته اینم باید بهتون بگم که توی مبارزه با نفس ممکنه آزمایشات خیلی زیادی سر راهتون قرار بگیره. اونجوری که میدونین توی هر جنگی ممکنه آدما با پولشون، فرزندشون، خانوادهشون مورد امتحان قرار بگیره. توی این جنگم ممکنه اتفاقاتی براتون بیفته که شما رو آزمایش کنه ببینه آیا به خودتون مسلطین و با نفستون یکی میشین. مثلا ممکنه توی قضیه شما مقداری از پولتون رو از دست بدید. افکار خشم، عصبانیت، ناراحتی همه اونا بالا میان تا ببینن شما هنوزم با اونا هم هویت میشین یا نه. اگه به مقام شاهد رسیده باشی هیچ وقت با اون افکار یکی نمیشی. ولی اگه به مقام شاهد نرسیده باشی بازم عصبانی. خاطر همینه که خدا میگه که من توی هر جهادی شما رو با مال و جان و ناموس و فرزندانتون امتحان میکنم. این چیزایی که ما فکر میکنیم مشکل در واقع امتحاناییه که از سمت خداونده تا ما رو آزمایش کنه ببینه واقعا تونستیم از نفس خودمون جدا بشیم یا نه. هنوز نیاز به کار داریم، هنوز نیاز به آزمایش و امتحان داریم. دروازه‌های بهشت و جهنم روی هم قرار گرفتن. برای رسیدن به بهشت لازمه که از جهنم وجود خودت بگذری. در پناه عشق و نور باشید.